برگزار میشه به میزبانی تراکتوریا و بریم ببینیم که چه اتفاقاتی در این مسابقه رخ میده. دو تیمی که برای کسب پیروزی پای به این مسابقه گذاشتن. تراکتوریا میزنه داخل محوطه، جای گرفته آقا جانپور، ارسال به داخل محوطه، ضربه سر از بازیکنان تراکتور که جالب نیست. اونجا داورم اعلام آفساید میکنه و بازی رو باید زباهنیا به جریان بندازن. زباهنیا ارسال از سجاد آشوری داخل محوطه، حالا پشت محوطه، فضا برای زدن ضربه هست روی پای راست. این ضربه که با اختلاف زیادی به بیرون میره و راهی به چارچوب پیدا نمیکنه. میزبان این مسابقه است داخل محوطه، موقعیت برای زباهن و توپی که درون دروازه قرار میگیره. صادق صادقی موفق میشه تا گل اول بازی رو به نام زباهنی ها به ثبت برسونه. ببینیم ما هم توپی که اشتباه کرد در دفعش محمد آقا جانپور و بدین ترتیب دروازه رو باز شده دید محمد رضا اخباری. به خوبی توپ از روی سر محمد رضا اخباری عبور داد. صادق صادقی کار 1-0 بشه به سود زباهن اصفهان. ارسالش رو انجام میده به داخل محوطه، ضربه سر داخل محوطه، موقعیت برای تراکتور، کماکانی موقعیت حفظ شده، فضا برای زدن ضربه، کماکان باقی، سین ارسال تو میرسه به ریکاردو آلوز، میرن واسه موج بعدی حملهشون که موفق نیستن در بازی سازی. پاس رو به جلو، حرکت از بازیکن تراکتور، توپ که میرسه به عباس زاده یا نه اونجا یه تاثیر رو گذاشت عباس زاده یا مدافع زباهن. کورنر برای تراکتور اعلام میشه. داخل محوطه جریمه موقعیت برای زباهن داره فراهم میشه، کماکان موقعیت رو حفظ میکنن. یه پاس رو به بیرون، این ضربه از بالای دروازه به بیرون میره. کیانی صاحب توپ شده پشت محوطه، باز هم فضا برای تراکتوریا، این ضربه به سمت دروازه یه جمع میکنه حبیب فرعباسی. ارسال بلند از دانایی به داخل محوطه جریمه، داخل محوطه موقعیت برای تراکتور و این ضربه چه واکنشی نشون میده حبیب فرعباسی. یه ضربه از راه دور سمت راست، ریکاردو آلوز ارسال به روی دروازه، موقعیت برای گل تساوی و توپی که درون دروازه تو چه دقیقه‌ای قرار میگیره. رضا اسدی حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه و تراکتوریا بازنده نیستن. ببینیم با هم ارسال ریکاردو آلوز، ضربه سر تمام کننده رضا اسدی، یه ذره مشکوک به آفساید میتونست باشه. حالا تو اون زاویه‌ای که ما دیدیم خیلی زاویه مناسبی هم نبود، اما به هر حال گل تساوی رو به ثمر رسون رضا اسدی. به نظر داورم سوت پایان بازی رو زده و بازی با تساوی 1-1 به پایان رسیده. امیدوارم شما از تماشای این دیدار لذت کافی رو برده باشید. تا دیداری دیگر شما رو خدای بزرگ میسپارم.